سلام دوستان، حالتون چطوره؟ با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. حتما این آموزش رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید. این آموزش در مورد نحوه اتصال هندزفری بلوتوث به کامپیوتر یا لپتاپمون هست. شما یه هندزفری بلوتوث خریدین، حالا هر مدل گردنی باشه یا اینکه ایرپاد مانند باشه روی گوش قرار بگیره. شما لپتاپ دارین یا سیستم دارین که بلوتوث داره و باید حتما مطمئن بشین که لپتاپتون بلوتوث داره که اصولا همه لپتاپ ها بلوتوث رو دارن. و اینکه اگر کامپیوتر پی سی خونگی هم دارین باید مطمئن شین که بلوتوث داره. توی سیستم های جدید این امکان وجود داره. اگر بلوتوث نداشت سیستمتون، کافیه یه دانگل بلوتوث یو اس بی بگیرین و به پشت کیستون بزنین تا بلوتوث براتون فعال بشه. ما الان یه هندزفری بلوتوث داریم که من به گوشیم وصل میکردم، باهاش آهنگ گوش میدادم، پادکست گوش میدادم. حالا میخوام روی کامپیوترم این رو وصل کنم، روی لپتاپم این رو وصل کنم و استفاده کنم ازش. خیلی آموزش آسون و کاربردی هست. ما اولا اینکه شما بخواین اتصال بلوتوث رو انجام بدین، کافیه توی این نوتیفیکیشن سنتر اینجا کلیک کنین و گزینه بلوتوث رو اینجا آن کنین. وقتی که بلوتوث رو آن کردین، روشنش کردین، کافیه روش کلیک راست کنین و گو تو ستینگ رو میزنین. وقتی که گو تو ستینگ رو زدین، یه صفحه بلوتوث and other device برای شما باز میشه. کافیه روی add bluetooth or device other device کلیک کنین و اینجا گزینه بلوتوث رو انتخاب کنین. من اینجا هندزفریم رو باز میکنم تا بتونه پیر بکنه با خود لپتاپم. اجازه میدم تا دقیقاً مدلی که هندزفریم هست رو بیاره. حواستون باشه یه وقت اشتباهاً به دستگاه دیگه‌ای که دور اطرافتون هست وصل نشین. یه وقت اشتباهاً وصل میشین به تلویزیون دیگران یا دستگاه دیگران، خب ممکنه براشون مشکل پیش بیاد. الان اینجا دستگاه من هایلو X1 پرو هست. روش کلیک میکنم، در حال کانکت است و میبینیم چند لحظه دیگه کانکت میشه. وقتی که کانکت شد میبینیم که هم وایس و هم موزیک براش فعال شد. خب اینجا دستگاه من هم برای ما میاره. حالا ما اینجا وقتی که میخوایم پلی کنیم میبینیم که آهنگ رو روی هندزفری برامون پخش میکنه. یا اگر دیدین پخش نکرد، کافیه برین روی اینجا اسپیکر کلیک کنین. اینجا توی ویندوز 10 اینجا میبینین هدفون رو اینجا هندزفری من انتخاب کرده. شاید روی مثلا اسپیکر باشه. شما وقتی که پخش میکنین میبینیم که از روی اسپیکر پخش میکنه، ولی یه وقت اگر اشتباهی شد یا مثلا هندزفریتون پخش نکرد، کافیه دوباره روی این کلیک کنین و اینجا که نوشته اسپیکر، اسم هندزفریتون رو انتخاب کنین. هایلو X1 پرو استریو. من این رو میزنم، میبینین که اینجا وصل شد به بلوتوث من و از طریق بلوتوث من داره این آهنگ رو پخش میکنه. من اینجا همینجا هم ولومش رو میتونم زیاد و کم بکنم و پلی میکنم و پاوز میکنم. شما دیگه احتیاجی نیست هر سری برای وصل کردن بلوتوث بریم و اون رو پیر کنین، یعنی بریم و دستش کنیم به دستگاهتون. کافیه که اینجا من این رو میبندم، کافیه که اینجا نوتیفیکیشن سنتر رو بزنین و بلوتوثتون رو خاموش کنین. وقتی که بلوتوثتون رو روشن کردین، چند لحظه صبر کنین تا با هندزفریتون اتصال برقرار کنه. ممنونم از اینکه گوش دادین. تا آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. مرسی.